به نام خداوند بخشنده و مهربان. میخواهی در جنت با پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم باشی؟ اگر این را بخواهی حدیث زیرین را گوش بده. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: من و سرپرستی یتیم در جنت این گونه هستیم گفته با انگشت شهادت و انگشت میانه خود اشاره نمودند. پس خوش به حالت ای کسی که یتیم را سرپرستی میکنی، بدان که تو با پیامبر صلی الله علیه و سلم میباشی. و کسانی که میخواهند یتیمان را گرفته سرپرستانی کنند، بدانید که رزق دهنده خداوند است و نترسید از این که آنها را خوراندن و پوشاندن میتوانید، یعنی خداوند با سبب این یتیمان بر شما رزق را می افزاید. تنها اوست رزق دهنده و تکیه به او کنید، انشاءالله خداوند رزق را به شما فراوان می سازد. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.